من سید سجاد حسینی هستم و توی این ویدیو میخوایم درباره مغز داغ و سرد با هم صحبت داشتیم. ببین این فکر کن مغز، حالا نصفشو برمیداریم اینطوری کج میکنیم، خلاصه شما مغز رو ببینید. دوستان قسمت بیرونی مغز سرد و قسمت داخلی، سیستم‌های داخلیشو میگن مغز گرم. حالا مغز سرد و گرم نمیدونم اسمای دیگه هم داره، اسم حالا زیاد میذارن روش، خب ولی در کل مهم نیته، مهم این چیزیه که میخوایم بگیم. مهم اینه که مغز سرد ما وقتی ما میریم مطالعه انجام میدیم میره توی مغز سرد ما، و مغز گرمم اون سیستمیه که دیگه توی ذات مغز ما بوده. حالا چجوری بهتون توضیح میدم. دوستان مغز سرد، شما فکر کن توی صف نونوایی هستی، بعد یکی میزنه میاد جلوت، خب از صفش خارج میشه میاد جلوی شما، بعد توی یه لحظه اینطوری میکنی این چرا اومد جلوی من، این که پشت من بود. خب حالا اینجا مغز ما میاد بالا، مغز سرد ما توی اتفاقات معمولا میان بالا. خب اول مغز سرد ما میاد بالا، خب اینو حواست باشه. اگه توی مغز سرد ما چیزی باشه، مثلا من اگه درباره اینکه چطور شهامت داشته باشیم مطالعه‌ای کرده باشم، خب اون موقع از این استفاده میکنم. ولی اگر مطالعه‌ای نکرده باشم و توی مغز سرد من خالی باشه، اون موقع است که به نظر من میگم فاجعه رخ میده. یعنی چی؟ یعنی میام از قسمت مغز گرم من استفاده میکنم، چون مغز میگه که خب قسمت سرد من هیچ اطلاعاتی توش نیست، میاد سیستم مغز گرم من یا همون مغز داغ، اون قسمت که بهش میگم مغز داغ، خلاصه فعال میشه. این قسمت چیکار میکنه؟ این قسمت دو تا شعار داره، میگه یا حمله یا فرار. خب یعنی چی؟ یعنی اگه زورم میرسه بهش حمله کنم، اگه نمیتونم فرار کنم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا صف نونوایی یا آقای خیلی هیکلی تر از من اومد جلو، منم هیچی درباره شهامت تو اینا یا اینکه چطور حقمون رو بگیریم یا چطور خواستمون رو بیان کنیم نمیدونستم. حالا سیستم داغ من میاد وسط، میبینم این هیکلی تر، یعنی چی؟ یعنی از صف نونوایی فرار میکنم؟ نه نکن، یعنی از اون خاصه خودم. خب فرار اینجا چی میشه؟ فرار اینجا میشه که از خاصه خودم میگذرم. متوجه شدی؟ سرم میندازم پایین یا نهایش اینطوری میکنم میگم. ولی خب میبینید یعنی از اون موقعیت خارج شدم، خودم رو به اصطلاح خودم در رفتم، نیومدم با اون چالش مواجهشم بگم آقا اینجا صف منه شما پشت من بودی اشتباه وایسیدی. متوجه شدی؟ خودم حالا میپیچونم، روم نمیشه به اصطلاح. خب این میشه فرار مغز. حالا میگم فرار قسمت مغز داغ من. حالا مغز داغ من حملش چیه؟ مثلا وقتی کوچیکتر از من باشه میتونم بگم بدو عقب ببینم برشی اومد جلوی من. این میتونه یه نوع حمله باشه. یه نوع دیگه مثلا میتونه باشه که بگه آقا برو عقب، اعصاب منو به هم نریز فلان بسان. میبینید خلاصه یا حمله داره یا فرار داره. خب میگه اگه زورم میرسه میندازمت کنار، اگه زورم نمیرسه خودم کوتاه میام. در صورتی که ما باید انقدر مطالعه داشته باشیم، مهارت‌های فردیمون رو افزایش بدیم، توسعه فردی در این زمینه مطالعه داشته باش. یکی از دلایلش اینه که توی مغز سرد من همیشه اطلاعاتی باشه یا اونجا پر باشه که از اونها استفاده کنم که درست خواستم بیان کنم یا حقمو بگیرم، نه اینکه یا حمله یا فرار رو استفاده کنم. این یا حمله یا فرار زمانی اتفاق میفته که مغز سرد من چیزی توش نباشه. پس حواستون باشه مدام در حال یادگیری باشید. تمام، موفق باشید. لطفاً اگر که از این ویدیو خوشتون اومد ساب کنید ما رو، چنل رو زنگولش رو فعال کنید تا از بقیه ویدیوهام مطلع شید. اگر که واقعا این ویدیو آموزشی براتون مفید بود و یه قلبی، یه دمت گرمی
برامون کامنت کنید که باعث میشه ما انرژی بگیریم. لایک یادتون نره. فعلا.